سلام دوستان، امیدوارم که توی این شرایط حالتون خوب باشه. امروز 4 فوریه است. دارم این ویدیو رو براتون میگیرم دیگه بعد از مدت ها. دو دل بودم که در مورد بیام کامینا کومیگو یه گپی بزنیم قبل از اینکه شرایط اینجوری توی ایران اتفاق بیفته. میخواستم بیام از زامبیا بگم و اینجا الان وقتشه. تمام آن چیزی که در موردش صحبت می کردیم الان دیگه به وضوح داریم می بینیمش و بسیار بسیار دردناکه، چون وسط یک تحول بسیار بزرگ در دنیا هستیم که حالا ما شدیم، چی میگن، ایران شده قطب همه دنیا و داستانی که از اینجا شروع میشه و برای ما بسیار حیاتیه، چون خب طبیعتاً ما کارماهای سنگینی داریم، داستانهای سنگینی داریم و تو دوره‌ای که نقاب‌ها داره میفته، تو دوره‌ای که آدم‌ها اصالت خودشون رو زندگی میکنن، ماهیت‌ها اصالت خودشون رو زندگی میکنن، کاملا طبیعیه که وحوش بیدار بشن. کسانی که نمیشه گفت خوی حیوانی، چون حیوان هم حد و مرزهایی داره و تو دنیایی که حد و مرزها این شکلیه، داستانهایی که همیشه در موردش صحبت کردیم، در مورد حد و مرزها، در مورد زامبیا، در مورد بیقلب ها، کسانی که روح ندارن، قلب ندارن و الان به وضوح دارید میبینید. حالا چه این زامبیای بیروح و قلب مخشون شستشو داده شده دیگه، بسیاریشون هم هیچ شستشویی ندارن، چون واقعیت وجودیشون اصلا به دنیا آمده برای اینکه این باشه. خیلی از این زامبیایی که میبینیم مخصوصا توی ایران و حالا توی هر جایی تو دنیا، چون خیلی ها هستن اسلحه میگیرن دستشون. یادتونه چند سال پیش تو مناصر رو در موردش صحبت کردیم، گفتم بیقانونی میشه. بیقانونی نه، قانونی. یه مثال زدم، گفتم تصور کن قانونی وجود نداشته باشه و بهت بگن هر کاری دلت میخواد میتونی بکنی، بزن بکش، هر کاری میخوای بکنی. چند درصد از آدم ها این کار نمی کنن و چند درصد میکنن؟ چرا فکر میکنیم اگر مثلا، چون الان بیقانونی که نیست، الان قانون کشتاره توی کشور، قانون ایجاب میکنه. اگه یه قانونی بذارن بگن هر کاری دلت میخواد میتونی بکنی، اونی که پتانسیلش رو داره، اونی که اصلا ماهیتش همین شکلیه، اصلا کاری به اون داستان نداره، کاری به این نداره که مثلا خیلی اصلا طرفدارم حتی نیستن، فقط برای اینکه میتونن یه همچین بازی بکنن، میتونن یه همچین اون واقعیت وجودیشون رو بدون اینکه کسی بخواد جلوشون رو بگیره بیرون بریزن. سعی میکنم مؤدبانه حرف بزنم. بخوان بیرون بریزن، خودشون رو زندگی میکنن، این کار رو میکنن و توی یک همچین دوران تحولی وسط دوتا جهان، بین دو دنیا، آدما نه تو گذشتن نه تو آیندن و هر چیزی که برای خودشونه زندگی میکنن. و همیشه گفتم لزوماً اصالت و اون خود واقعیه این نیستش که یه آدمی تمیز باشه. ما در مورد ذات صحبت کردیم. ذات یه داستانه، ذات چیزیه که هست و این نیستش که بگیم یه ذات خوب است یا بد است. ذات ماهیت،
ماهیت وجودیه، اون چیزیه که در وجود ماست، ما باهاش شکل میگیریم. اما خود واقعی انتخاب ماست. انتخاب من اینه که این باشم، انتخاب من اینه که آدم بکشم، انتخاب من اینه که هر جوری باشم. این میشه اون واقعیتی که من زندگیش میکنم. حالا هرچی من این خود واقعی رو ببرم به سمت ذات که خلوص داشته باشه، خب زیباتره و دنیا رو بهشت میکنه، دنیای من و دنیای بیرون و میتونم انتخاب بکنم. یا آدمی میتونه انتخاب بکنه که این خود واقعی رو با زخماش زندگی کنه، اون منو با ایگوش زندگی کنه، اصلا نره به سمت این که واقعیت من چیه، درسی نداشته باشه، زخم باشه. بسیاری از آدم ها، حتی آدم هایی که خیلی هم خوبن، دارن با زخم هاشون زندگی میکنن. همه ما با زخم هامون زندگی میکنیم، با گذشته زندگی میکنیم. اما یه جایی متوجه میشیم که اوه، من میتونم یه انتخاب دیگه ای داشته باشم. بازی دنیا اصلا این نیستش که من بخوام با همون گذشته، با همون زخم ها برم جلو. میام انتخاب میکنم، از زخمام عبور میکنم، از گذشته عبور میکنم. الان فصل این بیداریه. ما بین دو دنیاییم، دنیای گذشته و دنیای آینده. دنیای آینده همیشه گفتم 2000 سال دیگه کامل میشه و اینجا دوران باستانی این آینده است. یه چیز خیلی جالبی که برای من خیلی جلب توجه کرد، یکی از ناوای آمریکا، باز اسمش یادم رفت، خیلی سعی کردم اسمش یادم بمونه که بهتون بگم، اما میدونید دیگه، یکی از ناوای آمریکا، ناو نمیدونم چیه، اسمی که روش گذاشتن یه چیز تو مایه های مادوروست، ولی یه چیز دیگه است. اسمی که روش گذاشتن یک اسم باستانیه و این خیلی جالبه، چون تو دوران باستان، زمانی که با مسیحیت جنگیده میشه، با کلیسا، نمیدونم جنگ صلیبی، تو جنگ های صلیبی این نام توی اون دوران بوده و الان دوباره این نام زنده شده روی یک مثلا چه میدونم ناوی چیزی تو آمریکا، این اسم گذاشته شده، یک اسم باستانی. چرا؟ شاید بگی اینا میدونستن، نمیدونن، اصلا مهم نیست. مهم اینه که ما در دوران باستانی هستیم و چه بخوایم چه نخوایم این نامهای باستانی بالا میاد. چه میخواد تو دنیای ما باشه چه تو دنیای دیگران باشه، چون این انرژی ها همه برای کل هستیه دیگه، برای زمینه. و دقت کردم و دوربین رو تمیز میکردم، این برای زمینه و تو این دوران باستانی دردناکه، بله دردناکه، وحشتناکه و از اونجایی که ما داریم عمیقاً درکش میکنیم، عمیقاً تجربهش میکنیم، شاید بگی چرا بر بقیه اینجوری نیست؟ صبر کنید، تمام دنیا از این رو به اون رو میشه و هر کس به صورت منحصر به فرد تجربه میکنه، هر کشور، هر ماهیت به صورت منحصر به فرد. و از اونجایی که ایران یکی از اون کشورهاییه که بسیار 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 کارماییه و داستان داره، ما باید از خیلی چیزا عبور کنیم. این خیلی چیزا همون داستانهای گذشته است، همون داستانهای الگوهاست. از الگوهای ناکارآمد و پوسیده باید عبور کنیم و این انتخابه. میدونید چی میگم؟ ما به هر شکلی، شاید منمونه بگم نه من انتخاب نکردم مثلا انقلاب 57 اوکی، من توی این دنیا هستم، یکی دیگه انتخاب کرده اینجا میاد یه انتخاب دیگه میکنه، میپذیره. پذیرش اولین چیزه. آقا ما میپذیریم که یک همچین چالشی داریم، یک همچین مشکلی داریم، چطور باید بایستیم آگاهانه، میدونید چطور باید با زامبیا برخورد بکنیم،
آگاهانه. اما آیا میشه کنترلش کرد؟ نه، چون همه قرار نیست آگاهانه این رو ببرن جلو. الان یه زامبی میاد یه کاری میکنه، یه سری آدم سالم آگاه، مثلا نمیگم درسته یا غلطه ها، یه سری آدم انتخابشون اینه که بزنن بکشنش، یه سری آدم انتخابشون اینه که مثل اونا نباشن. میدونید توی یک همچین دنیایی همه اینا طبیعیه، همه اینا وجود داره و قابل کنترل نیست. کسی نمیتونه، هر کس مسئولیت رفتار خودش رو داره. من کی هستم؟ من با نوع بودنم میگیری داستانو. حالا اینکه آیا اینا کار درستی میکنن یا کار غلطی میکنن، درست و غلطی وجود نداره. هر کی اندازه دردش و با نوع بودن خودش داره انتخاب میکنه، تصمیم میگیره، مواجه میشه. یکی میترسه غرق میشه، یکی میترسه ترس رو تمیز میبره جلو و هر کی اندازه خودش. چیزی که ما تو این 4 سال در دنیای موناسترو روش کار کردیم این بود که به قدرت برسیم، به خود واقعیمون برسیم، بدونیم چی میخوایم چی نمیخوایم. الان جامعه ما، مردم ایران میدونن چی نمیخوان و بسیاری میدونن چی میخوان. خیلی هم این وسط میدونن چی نمیخوان اما نمیدونن چی میخوان. چرا؟ چون هنوز گیر در گذشتن. میدونید چی میگم؟ مثلا یکی از چیزایی که خیلی الان بلده اینه که آی من سلطنت طلب نیستم، آی من نمیدونم رضا شاه نمیخوام، آی من فلانم، من این حکومت رو نمیخوام اما رضا شاه هم نمیخوام. میدونی اصلا طرف نمیدونه داستان چیه. میگیرید؟ چون اصلا الان اکنون بحث سلطنت طلبی نیست، اصلا سلطنتی وجود نداره. حالا شما بچهای موناسترو میدونید، چون من 4 سلطنت رو تفسیر کردم، کارماش رو گفتم، این که اصلا چی در پیش داریم، این که اصلا این سلطنت سقوط نکرده، این سلطنت یک وقفه‌ای توش ایجاد شده و باید کارماش تمیز بشه. در مورد ولیعهد گفتیم که چطور توی انرژی هایی که وجود داره و تو 4 سلطنت وجود داره چطور میتونه از این مسیر عبور کنه و این کارما رو تمیز بکنه، این گذشته رو ببنده و وارد آینده بشه. و همونجا هم گفتم پادشاه میشه. پادشاهی، میدونید وقتی من 3 سال پیش در مورد اینکه ایشون تاج رو سرش داره گفتم، اما همونجا هم گفتم من مونا هم میتونم تاج رو سرم داشته باشم اما تاج لزوما این نیست که تاج سلطنت بذارم رو سرم. میگیرید؟ اعتبار، هویت، ارزش و ایشون داره. بله داره. راهبر گذاره؟ بله هستش. حالا یه سری آدم هنوز گیر در گذشتن، هنوز داستان رو نگرفتن، هنوز نمیدونن. آقا جان، هم ارتعاشی این نیستش که من و تو یه چیز بخوایم، اینه که ما تو یک مسیر باشیم آگاهانه. این که ما هم مسیر باشیم و چه میدونم هم هدف باشیم لزوما این نیست که هرچی من میخوام تو هم بخوای، هرچی تو میخوای منم بخوام. همون چیزی که الان دیگه چیزی نیست که من بخوام بگم، کاملا مشخصه. همه بچه ها دارن میگن، همه کسانی که تریبون در دست دارن الان به زیباترین شکل ممکن دارن میگن آقا جان الان قرار نیست سر آینده دعوا بکنیم، چیزی که انرژی ها میخواد. الان تو آینده وارد نشدیم. کسی گیره در آینده است که هنوز گیره در گذشته باشه و آینده رو همون چیزی که در گذشته است میبینه. و کسانی که توی این داستان اختلاف دارن، نمیگم درست است یا غلط است، هیچ وقت از من درست و غلط رو نشنوید، کسانی که توی این داستان گیر و گور دارن کسانی هستند که هنوز گیر در گذشته هن. من خیلی ها رو میبینم
این حالا تجربه شخصی منه. من خیلی ها رو میبینم طرف اصلا بچه انقلاب هم نیست، دهه 60ه، یه جوری در مورد مثلا شاه و سلطنت صحبت میکنه که هر کی نفهمه فکر میکنه مثلا 50 سال تو زنداناشون بوده و نمیدونم شکنجه شده. بابا جان بگیریم داستانو، به ما خورونده شده. تاریخی که ما میخونیم، تاریخی که به هر شکلی به ما خورونده شده، چون بسیاری از چیزهایی که در گذشته بوده الان تازه داره افشا میشه، تازه داره بالا میاد. شاید خیلی هم قبلا میدونستن اما این واضح نبوده. چیزی که سالهای سال، 50 سال، نیم قرن به مردم ایران خورونده شده اینه که اینا بدن، اینا فلانن، اینا چنانن، این دیکتاتور بوده، این نمیدونم شاه اینجوری بوده اونجوری بوده. میدونی؟ و این آدم ها شاید لزوما مثلا چی میگن، شاید در ظاهر طرفدار مثلا چه میدونم جمهوری اسلامی هم نباشن، اما تو ناخودآگاه تو تیم اونا وایسادن. چرا؟ چون اون چیزی که اونا تو پروپاگاندا و نمیدونم توی سیاستشون این همه سال روش کار کردن، روی این آدما داره جواب میده. اینا ناخواسته تو تیم جمهوری اسلامی نشستن. اما باید حواس بدیم تو دام یه همچین داستانهایی نیفتیم. همیشه گفتم بشنویم. بعضیا اصلا نمیشنون. وقتی میگیم طرفو بشنو، فلانی حرف زد، خمینی حرف زد، اینم حرف میزنه. تو نه خمینی رو شنیدی، نه این آدم رو شنیدی، نه منو میشنوی، نه هیچ کس رو میشنوی. قدرت شنیدن، خوب شنیدن رمز عبور از این دورانه. دنبال این نیستیم که یقه همه رو بگیریم بگیم خوب گوش کن. نه. الان خیلی ها ممکنه اولین بار منو میشنون میگن فکر کردی من کرم نمیشنوم. نه، اصلا داستان شنیدن فرق میکنه. اینکه چی داره کنترل منو در دست داره. صدای تو سرم. همین امروز چهارشنبه در کانال یوتیوب مناصر در مورد اینکه کنترل در دست ما نیست و چطور این فرمان رو در دست بگیریم گذاشتم ویدیو. تو پلیلیست فعالسازی معماری روح در زمان، معماری روح در زمان. ما کنترل در دست نداریم. یکی یه چیزی میگه، میشینه اینجا صدای تو سرم بلغورش میکنه. چهار درست میگه، اونجایی که باید من تصمیم بگیرم میاد میزنه همه چی خراب میکنه و من فکر میکنم اون منم. میدونید ما کار تیمی یاد نگرفتیم. الان آگاهان رو دارید میبینید که چطور کار تیمی انجام میدن. چقدر زیبا، هر کی سر جای خودش نشسته، هر کی سر جای خودش، نه تقلید داره نه هیچی، همه جای خودشون نشستن. نه همه 90 میلیون مثلا جمعیت ایرانا، کسانی که آگاهن داریم میبینیم، کسانی که دیده میشن. خیلی هم هستن که سر جاشون نشستن به درست‌ترین شکل ممکن دیده نمیشن. خیلی ها هستن در موردشون میگم، جاوید نامان. یه چیزی خیلی تو نرو منه، بعضیا اسم شهید میذارن رو اینا. شهید یعنی در راه خدا رفتن. شهید و اینا علم کردن، یعنی تو مغز نداری، در راه خدا میری. جاوید نامان ما همون معماران آیندن، بخشی از اون معماران آیندن، مسیرسازان آیندن، راهبرانن. هر یک زندگی که جاوید نام شده مسیر آینده رو داره میسازه. میگیرید؟ حالا یه سری بر حسب عادت و همون داستانهای گذشته میان اسمشو قشنگ میکنن میگن شهید. نه، اینا برای وطن رفتن، برای آزادی رفتن، برای آیندگان رفتن، برای فرزندان ما رفتن، برای نسلهای آینده رفتن، پیر و جوان. جاوید نامن چون
نامشون جاویدان میمونه. آیا مردن؟ نه نمردن. مرگی وجود نداره. درد داره برای مایی که، برای منی که از دست میدم. آره، مردن همیشه برای بازماندگان درد داوره، اما اون روح رفت مرحله بعدی، آزاد شد. و این زامبیا الان چجوری دارن دست و پا میزنن؟ حالا در مورد اتحاد بیشتر باهاتون صحبت میکنم در دنیای موناسترو. و من الان امروز بالاخره تموم شد کار اینترنتم بعد از 2-3 هفته که جابجا شدم و لایف خواهیم داشت در رادیو موناسترو. یه چند تا ویدیو مونده، اینایی که از قبل آماده کرده بودم اینا رو دارم میذارم و میریم تو مرحله عبور در دوران بحران، توی این دوران، و دارم آماده میکنم براتون که مرحله به مرحله چجوری عبور کنیم. میگیری؟ ما خیلی کاملیم تو دنیای موناسترو، کاملیم. خیلی چیزا رو داشتیم، داریم پیش میبریم. یکم برگردید عقب بچه‌هایی که حالا فرصت دارید، بچه‌هایی که سوال دارید، بچه‌هایی که میخواید خیلی چیزا رو بدونید، یکم برگردید عقب، خیلی چیزا براتون روشن میشه. همه چی کاملیم. اما خب برای خیلی ها مثلا داستان اینجوریه که الان که من به چالش خوردم باید بدونم. من اصولا خودم رو میگم، من آدمیم که آدم مدیریت بحران این شکلیه. شما قبل از اینکه توی بحرانی وارد بشی باید از قبل آمادهش باشی. ما توی این 4 سال تو دنیای موناسترو آماده شدیم برای بحران ها و الان تو حیاتی ترین شرایط زندگیمون هستیم، چه تو ایران باشیم چه نباشیم. چرا؟ چون اون چارت روی هممون تأثیر گذاره، حتی روی نوادگانمون هم در آینده تأثیر گذاره. و تو دوره‌ای هستیم که باید قطع کنیم زنجیره هایی که به گذشته بسته، به الگوهای قدیمی بسته، به همون مغزهای پوسیده، به همون الگوهای پوسیده، به همون چیزهای ناکارآمد. و چیزی که اینجا خیلی ها برش میدارن وارث نور شدنه. من دیگه با اون الگوهای گذشته نمیرم جلو، دیگه قرار نیست برگردم به اون گذشته. تموم شد اون گذشته، هم از نظر شخصی هم از نظر اجتماعی. ایران دیگه به 1 ماه قبل بر نمیگرده، تموم شد. حالا بعدا در مورد اینکه چجوری اینا نابود میشن میگم، چون قبلا خیلی در موردش صحبت کردم و همه چی رو گفتم. اما تو دنیای موناسترو روی تعاملات بیشتر باز میکنیم. همینجا میام بهتون میگم، برای خیلی ها اینجا خیلی قابل درک تره، خیلی روون تره براشون و من در خدمتتونم. همینجا میام در موردش خیلی چیزا میگم. فقط اینکه اینجا نباید تو دام زامبیا بیفتیم. حالا اینکه چجوری عبور میکنیم و خیلی خیلی گفتم. اینکه تو وقتی رشد میکنی، وقتی بالا میری، همه قرار نیست خوشحال بشن. آدما میریزن به هم، ماهیت ها میریزن به هم. و زامبیا آزادی درک نمی کنن. چیه؟ اسب ماستا، اسب ماست. زامبیا آزادی رو درک نمی کنن. وقتی ببینن تو میخوای آزاد باشی، وقتی صدای قلبت رو میشنون، حمله میکنن. وقتی میبینن تو نفس داری میکشی، حمله میکنن. وقتی میبینن تو از نقطه، ببین یه فیلم زامبیا رو در نظر بگیر، وقتی میبینن تو از نقطه امن خودت خارج میشی، سریع بهت حمله میکنن. چرا؟ چون دارن زندگی رو حس میکنن. و زامبی که قلب نداره با زندگی تحریک میشه، با آزادی تحریک میشه.
با نفس تو تحریک میشه، با صدای قلب تو تحریک میشه، با اون چیزی که تو فکر میکنی تحریک میشه. به خاطر همین تیر میزنه تو قلب. اون نمیفهمه داره چی کار میکنه، اما از اونجایی که تحریک میشه میزنه. تیر خلاص میزنه چون نمیتونه زندگی رو درک کنه. بذارید ببینم میتونم بهتون، خیلی دوره. 2 تا لاما داریم، 3 تا اسب داریم. الان اون بالا میچرن. چه ردیف هم وایستادن. صدای من میشنوید؟ ردیف وایستادن گوش میدن. حالا بعدن بقیه بچه ها رو بهتون نشون میدم، چون اون بالا هن. خونه اینجا براشون ساختیم، حصار دارن دیگه. یه 2 بار در روز میان بیرون دور دور. تازه هنوز خیلی آشنا نشدن، همچنان وسط یه همچین وسعتی میرن خونه همسایه. البته خدا رو شکر همسایه نداریم، همسایه همون دورن. یکی اون وره، یکی اون پشت اون کوهه. یه همسایه نزدیکمونم پشت اون دره است و خدا رو شکر همسایه نداریم. اما بازم سگا راهشون رو پیدا میکنن. کجا آقات؟ میگیرید داستانو. حالا این زامبیا لزوما اسلحه در دست ندارن تو خیابون باشن، همونیه که هنوز تو گذشته گیر کرده. و یه چیزی رو خیلی خواهرانه دوستانه میخوام بهتون بگم، گیر نکنید تو این که آدم ها رو اصلاح کنید. اصلا رها کنید. فکر نکنید میتونید به آدم رو بفهمونید که چه میدونم تو داری اشتباه میکنی. عبور کنید. الان اینا رو قبلا خیلی در موردش گفتم. الان دوره ای نیستش که آدم ها بخوای کسی رو بیدار کنی، اوی بیا تو باید مثلا بحث بکنی. میدونی توی همچین دنیای تکنولوژی، ارتباطات، دیگه کسی که بیدار نمیشه نمیخواد بیدار بشه. میدونی این همه اطلاعات بسیاری بلدم میدونم و خیلی از آدم ها حتی این شکلی هن که حاضر نیستن به این برسن که آقا جان من یه چیزی رو میدونستم، الان یه چیز دیگر رو میدونم. خیلی ها میان این رو بر میدارن و عبور میکنن، اما خیلی ها این عبور رو ندارن. چرا؟ چون نمیتونن بپذیرن که آقا جان من اشتباه کردم. این اعتراف رو ندارن، این پذیرش رو ندارن. آیا اشکال داره؟ نه اشکالی نداره. تو میتونی تشخیص بدی، عبور کن. الان وقت توجیه کردن کلن تاریکیه. میخوای دنیا رو توجیه کنی که آقا جان ما این حکومت فلان است، با اتحاد، با صدای بلند، نه تعداد زیاد، هر کی سر جای خودش، صدای تو حقیقت تو. تا چند ماه پیش خیلی ها به من میگفتن من یه نفری چی کار میتونم بکنم. الان یه نفر ببینید دنیا رو چی کار کردیم. دونه دونه. اگر یه دونه از این صداها نباشد دنیا به این روز نمیفته. بعد از سالها سپاه تروریستی توی اروپا، اونم اروپای محافظه کاری که هیچ جوری نمیخواد برای منافع خودش مثلا واقعیت رو ببینه. فکر میکنید حکومت ها نمیدونن؟ چرا؟ همشون میدونن. احمق که نیستن، اما منافعشون درگیره. یا مثلا ترکیه‌ای که نمیخواد بفهمه، همدست جمهوری اسلامی، فکر میکنید نمیفهمه؟ نه میفهمه، اما میترسه. از چی میترسه؟ از اینکه اگر ایران آزاد بشه دیگه ترکیه اون ترکیه‌ای نیستش که این همه سرمایه ایران بره توش. بیشترین درآمدی که داره از توریسته.
میگیرید داستانو اگه آزاد بشه، چون اونم دیکتاتور دیگه، منتها شکلش فرق میکنه. اردوغان آدم مریضیه که شکلش فرق میکنه. همه اینا دونه دونه میریزن. بله، یادتونه زمانی که 2022 ملکه الیزابت از دنیا رفت، گفتم دونه دونه دیکتاتورها حاضر باشید. دیگه دنیا مثل سابق نیست، تموم شد و استارتش قولش بود. و باید منتظر باشیم دونه دونه. کوبا، یه چند وقتی خیلی ذهنم درگیر اینه که کره شمالی آیا آره یا نه. بله، دیر و زود داره، سوخت و سوز، چی میگن، سوخت و سوز داره ولی دیر و زود، چی این حرفا یادم رفت. آی خدا، بعد از هفته ها همین لبخندم رو لبم اومده از خشمه ها. از خشمتون رو حفظ کنید، براش ارزش قائل باشید. تمام این سالها من حرف می زدم و بعضی از آدم ها می گفتن خشم داری. و آره که خشم دارم. الان هممون خشم داریم چون همه دیدن. وای کدوی خوشگل، بذارید کدویشون تو بدم. این زندگی کدوی خوشگل داریم. اینجا باغچه است، باغچه کوچیکه. اینجا شیوید داریم بچه. و الان هممون خشم داریم. بله، من اونا از قبل میبینم دردناکه، همین الانم آینده رو میبینم خیلی دردناکه. و منم در حال رشدم. یه جایی توی این دوره گرفتم که خیلی چیزا رو نباید از قبل گفت، چون آدم ها حتما باید اتفاق بیفته تا متوجهش بشن. بعد میام پایین، میرم بالا، میام پایین، میگم نه، خیلی ها باید آماده باشن. قرار نیست من به همه بتونم بفهمونم که آقا چیزی که دارم میگم شاید تو هنوز تجربهش نکردی، اما باید آماده باشی که اگر بالا اومد بدونی چجوری عبور کنی. و یه سری آدم مصرف کننده، لزوما نه زامبی، در مورد مصرف کننده و تولید کننده، خلق کننده و معماران آینده همینجا تو همین کانال گفتم. در مورد مصرف کننده ها که تعدادشون کم نیست و همونایی که منتظرن ببینن تش چی میشه. اینا کی میرن؟ اینی که گفتی الان چرا اتفاق نیفتاد؟ دنبال پیش بینی، پیشگویی فلج میکنه آدم رو. وقتی ذهن من دنبال این باشه که بدونم چی قراره بشه، دیگه من خالق نیستم، همون داستان گذشته است. مصرف کننده ام. و تو دنیای زمینی که ما زندگی میکنیم بسیاری از آدم ها مصرف کننده هن. تعدادشون خیلی زیاده. و توی اون ویدیو در مورد مصرف کننده و معماران آینده گفتم توی مسیری که داریم میریم خیلی ها جا به جا میشن. مثلا من آدم، هممونم یه جایی مصرف کننده بودیم. اینجوری نیستش که من زارتی از شکم مادر بیرون بیام و معمار آینده باشم. هممون مصرف کننده ایم، آگاه میشیم، میریم خالق میشیم. اینا مرحله به مرحله است. یکی ممکنه معمار مسیر باشه، معمار آینده باشه، یهو سقوط آزاد بکنه، یا پادشاه میشه یا پادشاه میمیره. سقوط بکنه بره از مصرف کننده بدتر بشه. و همه اینها انتخاب ماست. حالا زامبیا این سه دسته رو دارن. زامبیایی که مثل سردستشون، مثل دیکتاتور، مثل رهبران دیکتاتور، رهبرانی که با کنترلگری راهبری میکنن، نه رهبرانی که با عشق مسیر میسازن.
این دوتا تفاوت دارن. اما مصرف کننده چی میشنوه؟ اسم رهبر آوردی یعنی خامنه ای و خمینی. منم اونو قبول ندارم، به هر کی اسمش رهبر باشه یعنی اون. یه جوری معانی رو کردن تو مغز آدم ها که دیگه هیچ وقت نتونی حرف بزنی. ما که حرفمونو میزنیم، میدونی اونی که گیره در همون داستانهای گذشته گیر میفته. این خطرناکه دیگه. انتخابه. این زامبیا مصرف کننده دارن، آره. خالق دارن، بله. همه رو دارن. پروسه همونه، فقط نیت مهمه، نوع بودن مهمه. اونی که تو ارتعاش بالاست با قلب، با عشق میره. با عشقی نیستش که من برم اونی که داره بچه منو میکشه در آغوش بگیرم. نه، رها کنید. من با عشق می ایستم، چون عشق وجود منه، وجود توه. و با همین عشق که دارم پیش میرم آگاهم کجا بایستم، کجا اقدام کنم، کجا بزنم، کجا نزنم، کجا صبر کنم، کجا سکوت کنم، کجا فریاد بزنم، کجا ابراز وجود بکنم، کجا حقیقتم رو بیرون بدم. و این تنظیم هم ریتم شدن با زمان مهارت میخواد که هر کس نداره. شما دارید، تک تکتون دیدید چجوری رفتید جلو. و این وسط ترس وجود داره، بله وجود داره، من میشه نباشه. خشم وجود داره، بله. انتقام وجود داره، بله. بخشیدن، در مورد بخشش صحبت کردیم. بخشیدن این نیستش که آی تو قاتل زنجیره ای من میبخشمت. نه، من می ایستم پای این که تو رو یا سر میز محاکمه ببینم یا بالاخره جنگ دیگه. اگه یکم بزنه بکشتت کاری از دست کسی بر نمیاد. چرا؟ چون انتخاب خودت بوده. میدونی همه قرار نیست مثل هم انتقام بگیرن. کسی که آگاهانه، در مورد انتقام آگاهانه تو رادیو مناصر رو صحبت کردیم. خشم آگاهانه، چجوری خشم تاریکی رو به نور تبدیل کنیم. من همیشه در مورد انتقام گفتم این انتقامی که من در موردش صحبت کردم و هر چیزی که من در موردش صحبت میکنم اینجوری نیستش که توی کتابی خونده باشم بیام بگم این قشنگ‌تره. نه، من ذره ذره‌شو زندگی میکنم. بالا پایینم هم دارم. میگیرید چی میگم؟ ذره ذره‌شو زندگی میکنم. انتقام آگاهانه‌ای که گفتم و همیشه بهتون گفتم من اینجوری انتقام میگیرم. نه اینکه بگم شما بیاید چون من این کارو میکنم آگاهانه است. نه، رسیدم به این که اگر میخوای انتقام بگیری، انتقام دعوا و داد و اثبات و نمیدونم توجیه و ببین من بالا رفتم ببین من فلانم نیست. انتقام عبوره. خیلی راحت تر از اون چیزیه که حتی تصورش رو میکنی. نه اینکه طرف رو نادیده بگیری، اون ماهیت رو نادیده بگیری، عبور کنی، بگی من ندیدمت. یه جاهای این شکلی جواب میده، اما یه جایی وقتی یکی داره بهت آسیب میزنه شکایت میکنی. همیشه گفتم شکایت میکنی، از پلیس میخوای بیاد کمکت بکنه، چه میدونم اگه با یه آدم باشه. وقتی با یک ماهیت قاتل زنجیره بیمغزه، اصلا هیچ اسمی براش وجود نداره، یک ماهیت حقیره، کمک میگیری. درخواست کمک، کسانی که درخواست کمک نمیکنن مدعیان ضعیفی هستن که بلدرمشون میاد بالا. چند ساله دارم بهتون میگم هر جایی که نیاز داری کمک بگیر. فکر نکن کمک گرفتن ضعفه. و ما الان توی کشوری که 90 میلیون آدم گروگان گرفته شدن نیاز به کمک داریم. بله. آیا اونی که میاد به ما کمک بکنه باید بیاد اختیار ما رو در دست بگیره؟ نه بابا، مگه مردیم ما؟ میگیرید؟ این توهما رو
همون ماهیت میندازه تو سر مردم. اون کسایی که فکر میکنن الان آمریکا بیاد نجات بده، چون اون برای منافعش میاد، برای من و تو نمیاد. جمهوری اسلامی زامبی خلق کرده، زامبی تربیت کرده، مغزهایی رو شستشو داده. کسانی که هنوز نگرفتن داستانو، نه لزوما حتما همشون آدمای بدی باشن، نه، خیلی ها نمیدونن، خیلی ها هنوز داستانو نگرفتن. بابا این کنترل منو در دست گرفته. وقتی میشینم به این فکر میکنم بعدش چی میشه، یعنی اون داره منو کنترل میکنه. یعنی یه چیزی تو مغز من کردن در مورد سوریه و همه اینایی که اگه جمهوری اسلامی بره ایران سوریه میشه، اگه جمهوری اسلامی بره کره شمالی میشه، اگه جمهوری اسلامی بره نمیدونم ما تجزیه میشیم. الان به وضوح دارید میبینید با وجودش همه اینا شد. و مردم اینو میپذیرن؟ نه، نمیپذیرن. کاری به اون دسته از آدم‌های بی‌مغز برده ندارم که کنترل در دست این ماهیت دادن، خواسته یا ناخواسته. چون یکی انتخابشه، میگه من اینو قبول دارم، چون اگه این بره من دیگه چجوری بزنه بچم زور بگم، این بره من دیگه چجوری به شوهرم زور بگم، این بره من چجوری کنترل کنم، این بره من چجوری تجاوز بکنم. یا یه سریایی که تعصبی ان، این بره دین میره. در مورد بی خدایی گفتن. هنوز ما تو محور راهو و کیتو تو آکواریوس و لئوه، روی همین محور بی خدایی داریم. بی خدایی نیستش که الان من دین ندارم. الان داریم میبینیم آسمون رو ببین. اینجا یه مزرعه کوچیک داریم، ذرت، میوه. حالا بعدا بیشتر واضح تر نشون میدم. پیازچه میگیری داستانو؟ آخ این قشنگه. و زامبیا دیگه الان به وضوح میتونی ببینی داستانشون چیه، چجوری مبارزه باید بکنیم باهاشون. دیگه هر کی تو جایگاه خودش. یه فیلم زامبی رو در نظر بگیر، فیلم دیدی دیگه در مورد زامبیا، در نظر بگیر. یکی پناه میگیره، یکی مبارزه میکنه، هر کی اندازه. یکی از بقیه مراقبت میکنه، یکی میزنه تو دلشون، یکی از پشتیبانی میکنه. و این وسط ممکنه هی جا به جا بشه، اولویت ها تغییر بکنه، انتخاب ها تغییر بکنه و همه چی سر جای خودش. خیلی از ترس جون خودشون رو میگیرن، خیلی ها برای عزیزانشون زندگیشون رو میدن، خیلی ها راهبری میکنن، خیلی ها میان میگن چیکار بکن چیکار نکن، مهندسی میکنن. و اینکه تو کجا وایسادی، توی مسیری داری میری، اینا یهو میان بهت حمله میکنن. یا ممکنه یهو بعضیا ببینن که تو خونه امن، تو نقطه امنی که حضور دارن، چه میدونم، یهویی عزیزانشون که سالم بودن زامبی شدن، یکی گازشون گرفته، تبدیل شدن. حالا یکی این رو میکنه تو اتاق نگهش میداره، یکی میکشتش. حالا بحثم حرفم کشتن نیست، میدونید چی میگم، از بینش میبره. یکی میذارتش تو خونه، در میبنده میره. فیلم رو دارم میگم. میخوام بدونید که نسخه عمومی وجود نداره، مهارت نیاز داره. و خیلی 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 حواسمون باشه به راهبران، به شاهزاده، و حواس بدیم. آگاهانه شنیدن، قدرت تشخیص، وضوح دید. یادتون باشه
هر چیزی که شما دنبال میکنید، مخصوصا الان توی این دورانی که ما باید بایستیم، نباید خشممون رو حروم بکنیم و اینجا یک توقف آگاهانه است، سکوت آگاهانه است. بایستیم تا وقتی انرژی های گرفتگی ها فعال میشه، به وقتش بتونیم از این خشم، از این احساسات، به جای سرکوبش، به جایگزینش با یه چیز، با غم مثلا، با درد، به جای جایگزینش با یک همچین داستانهایی یا سرکوب کردن و زیر فرش زدنش و ادای اینو در آوردن که هیچی نیستش، من خوبم، به من چه اصلا، یا بی تفاوتی، بتونیم به وقتش ازش استفاده کنیم. اجازه ندیم حروم بشه. و یادتون باشه پروپاگانداهای بسیار 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 زیادی وجود داره، شستشوهای مغزی بسیار زیادی وجود داره که اگر من آگاهانه نشنوم، این تو ناخودآگاه من میشینه و من رو میشونه، من رو پایین میاره. درجه انتخاب من و دیگه من واکنشی میشم و این واکنشی مثلا برای منی که خشونت طلب نیستم میتونه واکنش فرار باشه. برای یکی که خشونت طلبه میتونه این واکنش خشونت باشه و واکنش انتخاب نیست، واکنشه هیجانیه و قرار نیست کسی که آگاه هیجانی عمل بکنه. و یه چیز دیگه هم حالا توی ویدیوها بیشتر دربارش صحبت میکنیم. 4 سال پیش یادتونه من لایو میذاشتم در مورد ایران که صحبت میکردم، خیلی هم میگفت برجام، و همیشه میگفتم آقا جان این ماهیت گفتگو محور نیست، یک ماهیت کثیف اینجوری که الان دیگه همه براشون واضح شده که چه حقیر، اصلا هر چی تو بگی کثافتیه، گفتگو محور نیست. الان دوباره علم شده مذاکره. اصلا غیر منطقی ترین چیزه. همون داستان مثلا برجامه. آقا گفت وقتی یه ماهیتی، یه آدمی، یه چیزی، یک موجودی گفتگو محور نیست، هیچ زمانی قرار نیست اصلاح بشه، گفتگو محور بشه، گفتگو بکنه. اصلا اینا همه وقت کشیه، یعنی وقت خریه. این ماهیته داره وقت میخره برای اینکه بتونه خودشو قوی تر بکنه. چرا؟ چون تو همون 2-3 شب اومد پایین، جنایت بسیار بزرگی کرد. آره، برای اینکه 2-3 ساله داره آماده میشه، 2-3 ساله. و تو این 2-3 سالی که من میدیدم قاتلین زنجیره‌ای دارن خلق میشن، دارن متولد میشن، شما هنوز نمیدونید پشت پرده چه خبره، اینا دارن آماده میشن. مردم باید بیدار بشید و هر چیزی زمان خودش رو داره ها. نه اینکه من بگم تو بگی آفرین من الان بیدار شم، هر چیزی زمان خودش رو داره. اما میدونیم که توی این 3 سال دیگه، اونجا هم گفتم اگر اینجا تموم نشه با کثافتی تو طبق میذارن که مردم مجبورن باش مواجه بشن. حالا تو مناصره در مورد این میگم که اصلا چرا جمهوری اسلامی یک همچین ماهیت، واقعیتش رو، نقابش افتاد دیگه، چون واقعیتش اینه. تا حالا با دیپلماسی و اصلاح طلبی و گیلاس روی گوه خودش رو حفظ کرد، اما الان دیگه نقابه افتاد، واقعیت خودش رو نشون داد. اونجایی که میگفتن داعش، من همیشه میگفتم داعش جمهوری اسلامیه. اصلا هیچ ماهیتی نیست. اسلام افراطی، هر کی میخواد باشه، جمهوری اسلامیه. تمام بی‌نظمی‌هایی که تو منطقه داریم کار خودشه و الان مشخصه. بله مشخصه، همش اینه. 3 سال پیش گفتم آقا جان ایران به دنیا مرتبطه. اگر 3 سال پیش گفتم اگر الان دنیا واینسته پای ایران، پای از بین بردن این ماهیت، در آینده همشون درگیر میشن و الان این همون آینده است و هنوز راه داریم. صبر کنید. نمیخوام ته دل کسی رو خالی کنم، واقعیت. و اینکه جمهوری اسلامی چجوری از بین میره، هیچ چیزی جز مردم نمیتونه از بینش ببره، هیچ چیزی. آمریکا بیاد تیکه پارش هم بکنه، تمامش هم بکنه، در نهایت مردمن که باید تیر آخر رو بزنن، میخ آخر رو بکوبن، ولا غیر. هیچ
اونا کمک میکنن، اما نجات اونا نیستن. میگیری؟ مردم، نه یه نفر دو نفر، مردم. و مردم الان آماده‌اند. بله، کاری که اتحاد زیبا، کاری که بچه‌های خارج از ایران کردن بی‌نظیره، بی‌نظیره، بی‌نظیره. توی لایوی که داشتیم، اولین لایو، در موردش صحبت کردم. ما به هر دلیلی که بیرون اومدیم، بی دلیل نبوده، بی حکمت نبوده. ما اومدیم بیرون برای اینکه باید صدای درون می بودیم و این خارق العاده است. این یکی شدن، این ارزش واقعیه، این اون اتصال به ریشه است. هر جای دنیا باشی، آدمای سطحی نگر این شکلی نگاه میکنن که تو باید تو ایران باشی تا بگی وطن. نه، وطن تو قلب ماست، وطن زمین ماست. اونجایی که توش به دنیا آمدیم که دیگه و می ایستیم پاش. دونه دونه این صداهاست که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. و این ساترن در 2 ماهی، سیلی که ریخ رو سر جمهوری اسلامی، تونست دووم بیاره. اولین سیل بود. ما هنوز ساترن رو در 2 ماهی داریم. این سیل مردم، سیل مسئولیت، سیل واقعیت، واقعیتی که از توهم عبور میکنه، مرزها رو میشکافه. سونامی بود و سونامی های بیشتری در راهه. حواستون به زامبیا باشه. این زامبی میتونه با حرفای قشنگ، با حرفای عشقولانه حتی تو دنیای تو باشه. حتی زامبیایی هستن که میتونن با سکوت یه گوشه نشستن، وقتی این شلوغی ها خوابید دوباره بیان حرف قشنگ بزنن، تریبون بگیرن و شروع کنن. حالا توی هر قشری که میخواد باشه. حواستون به زامبیا باشه. ما از ماه نو کپریکورن عبور کردیم و ماه کامل آشلژا. وسط بازی برای همیشه تموم شد. و شاید بگی دیگه وسط بازی وجود نداره. نه، دورش تموم شد. همه آدما میتونن وسط باز باشن، اما دورش تموم شد و تو قدرت تشخیص داری. با قدرت تشخیص خودت میتونی این رو تشخیص بدی. اگر من آدم در وجود خودم دارم وسط بازی میبینم، تشخیصش بدم، ازش عبور کنم یا انتخابش کنم. میخوام وسط باز باشم چون میترسم، چون خانواده دارم، چون فلانم، چون بهمانم. نه لزوما فقط در مورد داستان ایران، هر چیزی مسئولیتش با خودمه. و اونجایی که من تشخیص میدم، آدم هایی که سر راه من قرار میگیرن چطور وسط بازن. میگیری داستانو. اونی که ظالمه که ظالمه، اونی که طرفداره که علنا میاد میگه آقا من طرفدار اینم که طرفداره. میدونی؟ افشاگری و رسوا شدن ها رو داریم. این آدما میتونن رسوا بشن که همه دیگه واضح بشه براشون آقا این با اینه. میدونی چی میگن؟ این با قاتله. این با قاتل زنجیره‌ایه. این با ظلمه. و درست است یا غلط است، هر چیزی که به خود و دیگری آسیب برساند، حتی میخواد نیت پشت سر من باشه که در ظاهر من اصلا یه استاد معنوی، من روحانی، حتی میخواد نیت من باشه، هر چیزی که به من و دیگری آسیب میرساند ناتمیز است، ارتعاش پایینه. و اینکه ما به دیگران بگیم آقا این ارتعاشش پایینه، این
با اینه بد است؟ نه، افشاگری وجود داره دیگه. اونی که کارش افشاگریه، افشا کردنه، انجامش میده. آیا افشا کردن درست است یا غلط است؟ خب وقتی تو یه دزد میبینی، یه قاتل میبینی، رو تو میکنی اونور میری؟ خب میگه آقا این دزده، این همدستشه، این داره برای این دزده کار میکنه، این داره برای این قاتله کار میکنه، اینا همه با هم اومدن آدم کشتن. درسته مثلا چه میدونم یه نفرشون چاق رو زده، اما اینا همه با هم بودن. میگیری؟ و حالا آدم فروشی و بی‌اعتمادیایی که قبلا گفتم، اینا همه وجود داره. اینکه تو یه قاتل زنجیره‌ای رو معرفی بکنی که کسی آسیب نبینه، آدم فروشی نیست. باید تشخیص بدی. گرفتی؟ اما اونی که داره عزیزان ما رو میفروشه، داره آدم فروشی میکنه. اونی که میخواد حذف کنه برای اینکه ظلم باقی بمونه، داره آدم فروشی میکنه. و اینا نیاز به قدرت تشخیص و وضوح دید داره. به هر حال عاشقتونم. امیدوارم که حالا دنیای مناصر رو همیشه تو این 4 سال گفتم از دست ندید و اینجا خیلی بیشتر حواستون به دنیای مناصر باشه. امیدوارم که از این دوره به زیباترین شکل ممکن عبور کنیم و بهترین ها رو داشته باشید و برای آزادی ایرانمون می‌ایستیم تا آخرین نفس. برای آزادی ایران، جاوید شاه.